در ولایت سوخت چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال بین دسته‌های لیگ دوم منطقه سوخت آغاز گردید. امسال در چمپیونات مذکور دسته‌های سپیتامن نوحه سپیتامن، گلستان شهر گلستان، کلوب فوتبال استقلال گروه، کلوب فوتبال مهرآباد نوحه جبار رسولوف، دسته باباجان غفوروف نوحه باباجان غفوروف، رفشن ظفرآباد، تاج شهر خوجند، کندی مکتب مخصوص فوتبال شهر کنیبادام، خستیورز نوحه باباجان غفوروف، سوخجان شهر بوستان، غولکانداز نوحه جبار رسولوف و کلوب ورزشی ارتش سوخت اشتراک می‌نمایند. واخوری‌ها طبق جدول تصدیق گردیده فدراسیون فوتبال ولایت سوخت در دو مرحله 11 دوره تا ماه نوامبر ادامه یافته. در مجموع تیم‌های لیگ دوم ولایت در موسم امساله 132 واخوری دایر می‌نمایند. واخوری‌ها در ورزشگاه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت برگزار می‌شوند. از طرف فدراسیون فوتبال ولایت سوخت برای در سطح بلند تشکیلی جریان گرفتن مسابقه تمام شرایط‌های ضروری مهیا گردیده است. واخوری دسته‌های کلوب فوتبال استقلال گروه و سوخجان شهر بوستان در دور اول این مسابقه در ورزشگاه لاچین شهر خوجند برگزار شده با پیروزی دسته استقلال گروه با حساب 4-1 به انجام رسید. یادآور می‌شویم که دسته استقلال گروه بار اول در لیگ دوم اشتراک می‌نماید و مربیان این دسته امید به آن دارند که در موسم امساله مهارت بلند نشان داده به لیگ یکم راه می‌یابند. من پیش از همه دسته‌ها را با آغاز چمپیونات جمهوری تاجیکستان بین لیگ دو منطقه سوخت تبریک گفته به همه دسته‌ها برای کار خواهانم. ما امسال کوشش میکنیم که دسته سوخجان در چمپیونات ولایت سوخت در لیگ دوم بازی خوب نشان دهیم. از نتیجه دیگر واخوری‌های دور اول این چهاربینی ورزشی در گزارش‌های من بعد اطلاع می‌دهیم.